سازمانکار شناخته توجیک حاجی محمد جان مرادوف روبر شرکت ساختمانی سرمنزل باز به یک اویله محتاج خانه نو توفه کرد. ملکه قوتووا ساکن شهر ترسونزاده 25 سال باز با فرزندان معیوبش حسن و حسین در یک خوابگاه عمومی زندگی داشتند. کودکان او همگی 3 سال داشتند که شوهرش از سرطان وفات کرد. از یک طرف بیماری فرزندان، از جانب دیگر علم بیخانگی این زن را مجبور نمود که به برنامه امید آخرین سامانه اویله مراجعت کند. پس از پخش نوار ویدیو، یکی از صاحبکاران موفق توجیک حاجی محمد جان مرادوف به عیادت این اویله نیازمند رفته با وضع زندگی ایشان از نزدیک آشنا گشت و وعده داد که به این اویله نیازمند دستیاری دراز کرده مشکلی آنها را حل و حسن و حسین را خانه‌دار هم می کند. اویله می نویسد سرآغاز قرار بود که برای این اویله کم بضاعت از بناهای بلند آشیانه خانه می خرند، ولی با نظر داشت آنکه حسن و حسین جوانند و فرد و اویله دار شده صاحب فرزند می شوند، صاحبکار دوراندیش برای این اویله یک اولیه خیلی کلان و زیبا و زمانوی را پیدا کرد. منزلی که حاجی محمد جان مرادوف به این اویله کم بضاعت توفه کرده است از 5 در خانه کلان و برهوا، 2 حمام و آشخانه و دیگر انشاءاتهای ضروری روزگار عبارت بوده با قالین و پلاس نیز تامین کرده شده است. صاحبکار خیرخواه همچنین به ملکه قوتووا برای خریدن جیوان، یخدان، تلویزور، ماشین جامه‌شویی، چنگکشک و دیگر تجهیزات روزگار علاوتاً 20,000 سامانی داده است. اپای ملکه و پسرانش حسن و حسین آن روز از خرسندی در کرتهشان نمی غنجیدند. حاجی محمد جان مرادوف با عملهای خیرش مشهور بوده سال گذشته به دست کم 5 اویله محتاج و معیوب در کوچه حسین زاده و عینی دوشنبه منزل‌های نو با تمام شرایط و جهاز لازم توفه کرده بود. از جمله او ماه دکبر سال 2020 به 2 اویله دارای امکانیت محدود در مرکز شهر دوشنبه در یک بنا واقع در کوچه حسین زاده 10 منزل‌های دوجدگی توفه کرده بود. محمود جان مرادوف که روبر یکی از بزرگترین شرکت‌های ساختمانی را در دوشنبه در دست دارد، قبلا نیز در چنین عملهای خیر سهم می‌گذاشت. از جمله ماه می سال 2020 در روزهای ماه شریف رمضان او به 3 نفر از اویله‌های یتیم و معیوب در بنای زمانوی نوبنیاد در کوچه عینی 5051 پایتخت خانه‌های برهوا با تمام شرایطش توفه کرده بود. محمود جان مرادوف با این امر خیر در آن روزهای ماه شریف رمضان گفت که می‌خواست به مردم محتاج نشان بدهد که آنها در زندگی تنها و بی‌پرستار نیستند.